سلام، خیلی خوش اومدین به قسمت هشتم از آموزش تگ های HTML. توی این قسمت قراره با همدیگه تگ BR رو یاد بگیریم و مشاهده کنید که چه شکلی کاربردش چیه و چه شکلی استفاده میکنیم. من برای اینکه این تگ BR رو برای شما توضیح بدم یک مثال میزنم و اون مثال با تگ P انجام میشه. من تگ P رو اینجا می نویسم و یک متن رو اینجا به صورت ساختگی ایجاد می کنم. این لورم 10 که زدم، اگر حالا چیزشو نصب کرده باشین، اکستنشنشو حالا اگر نصب کرده باشین، اینجا براتون لورم 10 رو که بزنید 10 کلمه براتون متن انگلیسی میزنه. حالا فارسیش هم من نصب کردم، فعلا از این استفاده میکنیم. خب الان اینو من یه لحظه خروجیشو بهتون نشون بدم که این متن رو نوشت. خب میبینید که به این صورت متن نوشته شد. حالا من اینجا وسطش رو یه اینتر میکنم و یه رفرش میکنم، میبینید که هیچ تغییری نکرد. حالا اگر ما دلمون بخواد اینو اینتر کنیم و این واقعا اینتر بشه و یک فاصله بین بالا و پایینش بیفته، دقیقا باید چی کار کنیم؟ باید یه دونه اینتر دیگه بزنید، این قسمت یک تگ BR بزنید و مشاهده میکنید که این کار انجام شد و به ازای هر یه دونه BR در متن یک بار اینتر انجام میشه و این کار اصولی نیستش. حالا بهتون میگم توی جلسات CSS که دقیقا باید چیکار کنیم و راهش دقیقا چیه. خب پس متوجه شدید که تگ BR برای یک جور اینتر کردن استفاده میشه و کاربردش چیه دقیقا. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.